من بهش میگم عروس فینگر فودا چون خوشگل و خوش آب و رنگه. چالش 10 روز 10 فینگر فود. روز پنجم، فیله مرغ رو از وسط برش بزنید، رگگیری کنید و با فلفل سیاه، نمک، زعفرون، روغن زیتون مخلوط و مزه دار کنید. زرشک، شکر، کره رو توی تابه بریزید، روی حرارت بذارید. بعد از اینکه شکر آب شد از روی حرارت بردارید. تخم مرغ، ماست، روغن، گلاب، پودر هل، فلفل سیاه، نمک رو با هم مخلوط کنید. برنج نیم پز رو اضافه، زعفرون بریزید و هم بزنید. بعد از اینکه کاملا مخلوط شد کنار بذارید. ظرفای تک نفره یا مافین رو حسابی کرمالی کنید. نصف ظرف رو مواد ترچین بریزید، خوب صاف کنید. زرشک آماده شده و مجدد برنج حسابی فشرده کنید، فویل بکشید، صاف و سوس کنید و سوراخ بزنید و توی فر بذارید. فیله های مزه‌دار شده رو به این شکل رول کنید، حالت حلزونی به خلال دندون بکشید. داخل تابه داغ بچینید، با کره و یه قاشق روغن خوب دو طرفش رو سرخ کنید. بعد از سرخ شدن خلال دندون رو ازش جدا کنید. 10 دقیقه آخر پخت فویل رو بردارید و بعد از پخت کامل از قالب خارج کنید. این تحچین‌های بی‌نظیر رو با مرغ حلزونی، خلال پسته و زرشک گارنیش کنید. در آخر چوب فینگر فود بزنید و روی تخت سرو بچینید. برش زده این کار هم به این شکل میشه. حتما درستش کنید. حالا عروس فینگر فود ها بود یا نه؟